این کلمه ای که میگم رو ترجمه کن. بیولوژی. اگر ریشه شناسی بلد باشی میتونی این کلمه رو خیلی راحت از ریشه حدس بزنی. اولوژی به معنای شناس و بایو به معنای لایف و زندگی و همون زیست. پس بیولوژی میشه زیست شناسی. کلمه بعد سایکولوژی. حدس بزن. خب سایکو به معنای روان و اولوژی ریشه به معنای شناس. پس سایکولوژی به معنای روان شناس. کلمه سوم ارمولوژی. ارمولوژی اگه تونستی حدس بزنی. ارمولوژی، ارم به اضافه اولوژی. گفتیم اولوژی میشه شناس. حالا ارم چی میشه؟ میشه ریشه. پس ریشه شناسی ارمولوژی.